سلام علیکم و رحمت الله و برکاته دوستان و هموطنان گرامی. پیش از همه خداوند قادر یکتای خوب همتا را شکرانه میگم برای تمام نعمت‌های ارضی و سماوی. از آن جمله بهترین و بالاترین بزرگترین نعمت پروردگار نعمت ایمان است که خداوند قادر یکتا را شکرانه میگم برای نعمت بزرگش که برای بنده نصیب گردانده. اما بعد میخوام یک چند دقیقه البته مختصرا در اطراف فحش فاحشگی اگر با اشکارتر یا که خوبتر بگم درباره رقاصگی یا که رقاصه ها به شرم و به حیاها یک چند دقیقه با شما صحبت داشته باشم. اولا از پدر مادرای کلانسال بخشش میپرسم شاید در دوام صحبت یگان حرفای ناجا از زبان بیا یا که بهتره مادران خواهران با حیا با شرم با عفت پاک دامن نوار تماشا نکنین. یعنی این گپای ما برای شما دخل نداره، تماشا نکنین بهتره. پیش از اینکه سخن کنیم میخوام برای شما یک دلیل نشان بدم، یک نوار نشان بدم، بس صحبت دوام بدیم. این نوار یک دقیقه را شما دیدین هموطنان و بینندگان گرامی. یک دخترک با یک پیرمرد پیرانسال یک مو سفید خطی رقص بازی و بگیم که به حیاگی و به شرمی میکنه در یک معرکه در جای جمعیتی. اون هم چون مسلمان زاده میگیرن، با فرهنگ با عقل با سواد میگیرن. اما آیا سوال ها با میون یکم آیا همه اینها بسوادن بگیم که هدایت یافته هن یا که برعکس گمراه جاهل بسواد نافهمن؟ این سواله. البته شما میگین که بله سواد دارن اما گمراهن، یعنی عقل دارن اما میفهمن هم چیکار کردستن. برای دیوانه نفری که عقلش در جاش نیست برای او همه کار اجازته، همه کار برای او را خداوند از عقل محروم کرده. همو یک شعر است که دو مصرع بگیرم اینجا. پری طاووس عزیز است به کرگس نرسد، عقل هم چیزی شریف است به هر کس نرسد. هم یک شعر میگن که دو مصرع گرفتم. برای همین آدم عقل داشته باشه که خیلی دیوانگری نمیکنه. یعنی اما اینا گمراهن یا عقل دارن یا گمراهن. برای دیوانه بازم میگم که همه کار اجازته برای خداوند را عقل محروم کرده یا دیوانه نیستن یا فقط گمراهن، مسیر راهشان یا گم کردگن، ای اسلام دور شدگن. ای نگاهی اگر دلسوزی بگیریم، ای نگاه ای راه دلسوزی گپ زنم. مثلا فقر، کمبغلی، ناداری، بیچارگی به این راه یارا میرسونه. یعنی کمبغلی آدم با کفر میبرند، میگه که اینمی کمبغلای اینا با کفر میبردگیش اینمی کارای کفر گفته. شما چرا میفهمین؟ یک نفر باید بگه که من خدا را قبول ندارم اما کافرای نه. نه تر عملای هست که آدم اسلام پولی میبره میبره. ولی ما یک این ویدیویی بگیم کمی عادی های خیلی بشرمی زیاد نداره، تری با اوبوشی و حیوانیش بویجا نیست، دبوله دیگرش میپره اوش نیست ایجا.
اما نگاه کنین این پیرامرد این مسافدی که این مسپاگا ولی مرده اما این نوری پیشینه های و او دختری شاید 20 ساله 22 ساله هیچ وقت زنک پیر رقاصه نمیشه زیرا رقاصگی کسبی هر کس هم نیست یعنی مثلا جوانی که میاد 2-3 ساعت چون میلرزونه میجنبونه و میدان گرم میگیره زنک نمیتونه اما یک چیز تقلید میگن یک چیز یک پیروی میگن این بگین تاثیرش به نو گرد اطراف میرسونه این نورا کم تر ما خیره کردیم که شما سوز نبینینش اونجا کودک‌ها هستن دخترکای مایده خیلی میکنن میبینن دختر میاد بغل مصافه خچه میپرتویه سه گروه های پیامبر میگه که جنت برای او حرامه پروردگار با او میگه به نظر رحمت نگاه نمیکنه یکتش همین پیرمردی زیناکار دویمش فقیر متکبر اینا ببینین همین اینجا خیلی کبر نیست اما زینا هست مقدمات میگن یا که سرشوی زینا این میای خب گفتیم درباره کمبغلی ناداری بیچارگی اینا به همین حالت میرسونه مردم اینا دختره ببینین اگر با میگوی نگاه دلسوزی بگیریم اگر کمبغل باشه بی پول باشه بی خانه باشه بگیم جای کار نداشته باشه و همین کار باید کسبه این کسب نیستی و رقصگی هنر نیستی آینده ای رقص کردن ای دیونگری هیچ که یورا معاش نمیته و هیچ که یورا کمک هم نمیکنه ایرا میدونین شنیده هستین این رقصگی کاری دولت کارمند اعضای دولت نیستن این رقصگی این دخترایی که یمی نفرایی که در همین میدان ها و در مرکه ها میجنبونن و توکaya یا میجنبونن توکaya همین دخترها بگیم که شوهر ندارن رقصا پدر ندارن مادر ندارن اکا و دادر ندارن این نگاهی من ندارم این نگاهی من خیلی فکر میکنم یا ندارن زیرا مردک نسبت به زنک ناموسش زیادتره غیرت شجاعتش زیادتر میشود زنک ضعیفه همین دختر همین مثال همین بی‌حیان واقعا ضعیفن همین برای 5 سومون 10 سومون همین خچه میلرزونه چه خیلی دوفوره در گردد یا که حتی 10 سومش به دبالوش خچه میپرتویه یک چیز هم بدونین که یک دختر یا که یک زن 4 نفره به دوزخ میبره 4 نفره پدرشه شوهرشه برادرشه و فرزندشه مرداره 4 مرده یک زن به دوزخ میبره این همی عملشون این همی حتما به دوزخ میکشونتون اگر پدر داشته باشه یا شوهر داشته باشه اکا داشته باشه یا دادر داشته باشه بچه داشته باشه خیلی یوشن همین 3 تره داشته باشه و او هیچیش نگن دیوسن میدونین برای دیوس بیشت حرامه و غیر از این دختر ایجا گمراهه ایجا نافهمه برای پول شده خچه در میدان میبره به همه کار راضی میشه و قادره در قیامت با ای کشتل شما میگیره در قیامت ای کشتل شما میگیره برای همین علما که این صحبت را یک سلسله فیلم وار میگذارونمش یعنی یک چند نوار میکنم برای یا از نگاه شریعت هم برای شما من دلیل میارم از نگاه فرهنگ هم از نگاه قانون قاعده و عرف و عادت مردم تاجیکستان مثالتون میارم و حاضر هم قدرش برای شما میگم که در روی دنیا تمام کشورهای روی دنیا 197 کشور در روی دنیا شما در کدام کشوراش میتونین مثال بیارین که اون هم مسلمان به همه عملا دست بزنن ولی یک گروه خاص یا یک گروه میده ای داریم که دلسوزانه هم گپاشون بگیم فکرشون ایروی عقلی کوچیکی خودشونه عقلی خوردی خودشون که مثال ما میتونم که 10 تا دلیل ای قرآن ای حدیث پیامبر ای گفتهای پیامبر بیارم و فقط یک دلیل میارن ای عقلی پوچشون میگن که
я روز خرسندی نکنین. نگاه کنین خدا چی میگه، پیامبر چی میگه، یا عقلی خورد خودشون روایت میارن، دلیل به عقلی خودشون میارن، یا که یک روی دلسوز دیگه است حتی است که میگه پیامبر او دم عقل نمیشه زیده چی میگه که تو میخرونیش تو میپشونیش زندگی های میوه زندگیش به اون پیش میبره. دیدین این روایت هایی بگیم پوچان معنی ندارن. این روایت ها آدمی بناموس با ایمان مرده نباید به کله بگیره، به فحش و به گناه باید نزدیک نشود، به گناه دست نزنه. این کسب این هنر نیست. این رقاصگی و در این میدان خیلی برآمدن به تمامی گناه ها دست زدن این کسب نیست، این هنر نیست، این سومی حلال نیست. بازم میگم که تاثیر میرسونه. شما بدونین تاثیر چیست؟ یعنی که همین رنگ یک بیماری که اونا گرد اطراف دارن که اونا یاد میگن او هم همین رقص را میکنن، فردا او هم رنگ شما میکنن. شما ایختون چی باقی میمونید؟ در گذشته همین را گفتم با تکرارا میگم. ما داریم ثواب و گناه دو چیزا ما داریم. مثلا هر انسان در دنیا تو مسلمان ها هر یک مسلمان هر گپی میزنه یا ثواب یا گناه. این دو حالت خالی نیست. سیمش نیست که هیچ گناه نشوه یا که هیچ ثواب نشوه. زیرا مسلمان جوابگره به تمام کاراش، گفتاراش و عملاش. داریم ثوابی جاریه، یک عمل جاریه، صدقه جاریه میگیم که یعنی یک کار خوب میکنی تا دنیا رفتی برای تو همی چخیلی که شاد میه که مثلا یک مثال بیارم که بفهمین. بانک دا پول داری هر ماه فایز تو دا اومده است. خیلی حرامه اوش دیگه مسئله. اما هر ماه تو دا اومده است مثلا $1000 مثلا $20 هر ماه دبله $1000 تو زیاد شده است. تو کار نکسی تا همون پولا وقتش نمونده بودی. آنمی ثواب هم همه خیلی صدقه جاریه میگه. در ذهن ما فقط چی را میارن؟ یک جا چاه کندی، آب کشیدی، آب دادی، صدقه جاریه، کوپریک ساختی، صدقه جاریه، مسجد ساختی. همین سه چیز میارن. اما در اینجا فراموش کردن که بالنسه ساخت کردن هم صدقه جاریه، مکتب ساخت کردن صدقه جاریه و یک طلبه را یک جوان طالب علم کردن یعنی به مکتب دانشگاه یا که نمیدونم مدرسه هر جا داخل کردن یعنی پولش میتی یا کمکش میکنی، این هم صدقه جاریه. یک نفر شو میتی یا زن میتی، این هم صدقه جاریه. انا نگاه کنید بعد با میشه گناه، معصیت جاریه، گناهی بردوام. انا جمعیت یا که این جامعه که این خیلی میگذرانه شما نوارا دیدین در این خیلی توی معرکه ها این معصیت جاریه های. معصیت جاریه نه گناهش رفته است. با کی رفته است؟ من مثال میارم. یکم نفری که همین نوارا تماشا کرد او گناه میگیره. نفری که همون تماشا میکنه این نوارا با دیگران فرستاد، چند کسی تماشا کرد همه او گناهگار میشن. با همون گناه برای آدمی که ایرا پدلیت کرد، ایرا لایک موند یا ایرا با دیگران منتشر کرد نشون داد، همون گناه میشوه. با همون گناه ها جمع میشوه در بالای نمی رقصه همون گناه را میگیره. با همون گناه جمع میشوه با گناه رقصه و تماشابین همه دنیا تماشاش کردن، 1 میلیون یکش تماشا کردن. همون گناه در سر حافظ سراینده با همه گناه ها جمع میشه در سر صاحب خانه های. صاحب خانه تشکیل کردگی سراینده و رقصه وردگی. همه گناه ها جمع میشه از سراینده و رقصه و صاحب خانه و دیگر تماشابین ها جمع میشه با در سر رئیس محله، زیرا او وظیفه داره. با جمع میشه همه گناه ها در سر رئیس ناحیه، همه با جمع میشه در سر رئیس شهر، رئیس ولایت، بالاخره رئیس جمهور، پرزیدنت. همه آدما گناهگار میشن ای تماشا کردگیشون. همه قدر گناه با انمی نفرایی که گفتم همینا با گردن یا که بردوش میگیرن هم گناه را. ایرا آخرت میفهمین. زیرا در شریعت همی است که یک کار خیره به یک کس نشان دادی تو هم ثواب همون آدم میگیری. همون کار همون کرد
همون قصه میگه ترام میگیری، برای تو سبب شدی، تو کمکش کردی، تو نشونش دادی، راهنماییش کردی. برعکس گناه را هر کس که گناه کرد و گناه را به دیگر کس تبلیغ کرد، اون نفر گرفت به دیگر رو دستی به دست رفت، همون گناه زیاد چیدن میگیره، همه اون میاد در سر یک نفر میزنه غیر از اوی که گناه میگیرن. امام علی هم گناهگاره، رئیس ولایت، رئیس شهر، تویدار، تماشابین، سراینده، رقصه و اون نفری که در کانال یوتیوبیش برای رقص کردن یا که بگیم تبلیغ همی فرهنگ توی معرکه یا شاید که برای پول کار کردن همیرا میپرتوه، گناه میگیره. حرامه، این پولش هم حرامه، تماشا کردنش و پدیلت لایک همش حرامه. حرام گناهی کلانه، پروردگار جزای سخت هر یک نفر میته کسی که به گناه یا که به حرام دست میزنه. ایرا به روزیتونه بدونین. خب آخر گپم همی است که همیو را ما چخیل سر راه بگیریم. ما مردها یا که نفرهای زیادیم امرای موارین نمیخواین همین عملهای حرام، همین فحش و فاحشگی، همین بی ترتیبی، بد اخلاقی باشه. ما باید چخیل همیو را سر راه بگیریم. اگر بگین ما نمیتونیم سر راه را گرفته، وجود ما در همین دنیا حرام بوده. زندگی یا که همین بگیم بدن ما حرام برای ما باشه که ما همین را نتونیم سرش گرفته. یکی از بگیم که مانع از شدن همین معرکه ها میدونین چیه؟ ما و شما یا تماشاشو نکنید، نه لایکشمون نه دیزلایکشمون، هر دش این تبلیغ میشه، فراموش نکنید. کامنتارش هم ننویس، پدلیچ هم نکن که هم گناهگار میشه، همین تبلیغ میشه و دیگرها. ما حاضر برای چی موندمش؟ ایرا من مجبور موندم که با یک گفتن خالی شما اگرچه تماشاش که باشین اونقدر تاثیر نداره. یک چیزا با دلیل با دکزد وقتی گپ میزنی نشون میدی تاثیرش دیگه و این نشون دادن ما شما کیف هم نکردین. اینا من میدونم کیف کردن نمیتونین. او وقتی که گپو نباشه تنها ویدیو خودش باشه همین رقصا دا وقت شما کیف میکنین. برای یگان کسی نیست که شما دا بعد بگین تبلیغ کنه یا یکی بگیم که برسونه که ای شما ایرا تماشا دارین این گناه های این کار خوب نیست، ایرا باید ای باین برای همین در آخر هم قدر میگم که هر یک شهروند تاجیکستان و اون هم با مسلمان وظیفه دار است تا ایرا از بین بره یا یکی سر راه این منکرات شه و این منکرات های این بگیم که کاری بد های، بد اخلاقی های، بد رفتاری های، بی فرهنگی های، بی دینی های، ایرا هر یک شهروند تاجیکستان بگیم وظیفه داره، مسئول های در گردنش خیلی قرض واری های باید که سر راه ایرا بگیره. سر راهش نگیریم. شما بدونید که نه اینکه جوابگرین، برعکس در قطاری هم یک گناهگارین. در آخر شما را به خداوند یکتا میسپارم. انشالله با ایرا ما تکرارا میگم که سلسله فیلم وارد میگذارم، یعنی چند نوار میکنم اویدی این رقص بازی تا اینکه اگرچه گپ ما را نگیرن، اگرچه گپ ما تاثیرشون هم نکنه، اما از من شخصا گفتن گفتیم پیامبر که و ما علینا الا البلاغ المبین. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.